نه. چی نه آقای دکتر محمد جان؟ چی نه؟ نرم گیمو بزنم؟ نه نمیدونم ولی نه. نه. خب نیو گیم. کلش ما انتخاب میکنیم. من از این آدمایی نیستم که من اصلا، چرا من به فیس گفتم کله ها؟ آیکیو منفی بینهایت. من اصلا اینا نیستم که مثلا چیه، چقدر فرق میکنه اینا. میذارم این برام مهم نیست چیه. مدل موها رو اصلا نمیشناسم. رنگم بلک خیلی خوبه. خب اسمشم که اسمشو میذارم. میشه کور باشین نتونید گوش اونور ببینی. خب اسم چی براش بذارم؟ بذار آقا محسن. آقا محسن. محسن با سی نه با اس. اوکی. خب اینتر. جنسیت میل مرده. خب کلاس واریر نایت. اینا چه فرقی میکنن با هم؟ یه توضیح میدی؟ ها این چیزاشون فرق میکنه. دکسیریتیشون 11. مثلا این اگه باشه هانتر، شکارچی، تیر کمون خوبی داره مثلا، بندید. خب یه توضیح بده. توضیح چی بدم بازی؟ سورسرر رو بردار، راحت بازی همین. این آره بازی راحته کلا. آره با ایزی این. با این اوکی. فکر کنم بدترینش رو به من گفتی ولی خب. گیفت. مستر کی. مستر کی. گفته اوپن یعنی اوکی یه مستر کی. فیزیکس هم. In the age of ancients, the world was unformed, جان. shrouded by fog. آه. A land of grey crags, arched trees, and بله. everlasting dragons. بله. خب چین آرمور، یه سری توضیحات چرت و پرت. خب از اینجا گیم شروع میشه و اندو بزن. چی رو بزنم؟ Yes, indeed. اند. اند. The dark. خیلی اسکیپ میشه. ممنون. آره. خب و در اینجا سلام عرض بکنم خدمت تمام بیننده های عزیز. یه جور دارم میگم بیننده های عزیز، انگار مثلا 200 نفر اینجا نشستن. آقا ولش کن. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو ما اومدیم که ما که نه، من اومدم چون کس دیگه به غیر از من این گیمو فعلا پلی نمیده. خب حالا میگم چه خبره اینجا. و آره اومدم با حضرت ایشون محسن هستن، کاراکتر بنده، و اومدیم با چی بود اسم گیم؟ الو آی دکتر، چی بود اسم گیم؟ دارک سورس. ها دارک سورس. اوکی اوکی. یادم اومد، نیاز ندارم به شما. خب بدون هیچ معطلی بریم ببینیم چی میشه. خب اینجا اینو باز کنم من. الو هستی دکتر؟ صدای 5 دقیقه یکی زنگم زد. آها. دو اوکی زنگ. دقیقه. لا 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 لا. اوکی اوکی. تموم شد بهم بگو. کارتو بکن. خب حل. خب بریم جلو ببینیم چه خبره. رید اتک با آربیه. من با پیسی دارم ببینم، نمیدونم آربی میشه گودو. رایت استیک کامرا کنترل. خیلی ممنون. خدا ول کن. اوکی. ایشون چیه داره؟ چرا گریه میکنی؟ این مرده. این او چیکاره تو بوده که مرده؟
strong attack یا خب left stick با B dash B واسه نه این بی اون بی نیست. ها این بی اون بی نه بی رو نمیزنم میدونم بی میشه کلیک چپ کلیک راست نه کلیک چپ نه کلیک راست آخه. بی انده کدوم ور دارم همین که اومدم بالاه یا نه آره همینه حالا آره یادت رفته مگه؟ ها آره بعد از اینجا برم بالا حله خب بعد اینجا این بره خب و چیه رسد بون فایر ریکاور اچ پی این بون فایره بون فایر لایت رسد بون فایر این چیه ماجیک هایی که به دست میاره میتونی اینجا بذاری تو هاتکیت هاتبار سریع استفاده کنی. ول کن تو کنن یه دونه داری. خیلی عمودی. خب اینجا سیف شد احتمالا من همین دره رو برم راه دیگه ندارم که آقا به خدا تو لا اله الا الله برو دیگه. خب یه در رو نمیتونه باز کنه 2 روز زور داره میزنه. خب الان با این نصف شمشیره من نباید فایت بدم آره خوشم میاد اینجا یه دره بله به همین آسونی یه بیلاخ دادیم به اون دکتر چیز چیه اسم اون باسه یه بیلاخ به اون دادیم تموم شد رفت. خب حالا ما آن دیدیم دیگه آره قیافه ما آن دیدیم همینو برم مستقیم get your shield بجز این خدا وکیل کجا میخوای بری ها این بهمون تیر میزنه بعد بریم این بر عالیه میریم تو تیرش. خب یه اسمال شیلد گرفتیم من اینو بذارم داخل هستم با شیفت شیلد میگیره برادر با شیفت تق شیلد میگیره فرار کن. خب اینجا نه اینجا نبود جلوت هیچی نیست. خیلی ممنون. خب ایچی چیه اینم خنجرمونه بیار بذار جای این چقدر خنجر افتضاحه چیه دمیجش چقدر کمه. خب چون که تو اصلا ماجیک بیس اون کلاسیک برداشتی یعنی همین گول من زدی اوکی گفتی این خیلی خوبه این خیلی خوبه بود بیس دیگه ماجیک تو مشکلت این بود که میرفتی نزدیک کتک میخوری الان دیگه نزدیک نمیری کتک بخوری خیلی ساده است. بک استپ نه این با اون فرق میکنه برو اوکی اون نیست این اون بک استپه نیست اون گوله چی اونو میرزه پایین. خب یه دمیج کوچولو خوردم برو اون بر اینو میخوام بزنم یعنی عالی هم تو حملات این چیزو نداره که این الاسکو نداره که بزنه هیل کنه اون بر خب بزدی برو اون بر کدوم بر این با این نایت ما میان حرف میزنیم یادم اوکی کیو بزنه که دیالوگاش اسکیل چیه بزنم I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you.
You and I were کیو both کیو undead. کنار کیو دبلیو. گفته what is your dictionary ها بزن همونو بزن همونو بزن. یس رو بزن. Regrettably, اینتر. I خب ما آها پلاسکو الان بهمون میده ها میگم برو بالا. بالا Are you پایین sure شورکات آن زد. دیگه ببین بمیری اینجا فوشت میدن. در بسته است دوباره بزن اوپن رو دوباره بزن. It's locked ایول باگ خورده بهت کلید رو نداد. خب برگرد دوباره تا اون سوراخه. همون جا که شوالیه بود دیگه ها آره ها برش نداشتم میگم نه این بعضی وقتا نمیدونم انگار اینطوریه. البته باید بهت بده خودش. use undead نمیدونم چی F2 ایست کی ول کنیم ول کن. من نمیدونم چیه مطمئنا اینجا آندد ماندده میخواد منو بزنه اونو بردار. دیدی اینو بذار گفتم توی جای دگرت بذاری. یه چیزی دارم به نام شیلد نمیدونم چرا ازش استفاده نمیکنم بمیر خب کدومو میتونم جای دجرم ازش استفاده کنم بذاری جای دگرت. خب بذار کناره. این آره اون وقت چه اتفاقی میفته بزن وی رو بزن گمونو. خب ها، میتونی از سیخ این در استفاده آورد. کنی. بله. خب اسم دیگه ای داره بزن به نداره نمیخواد بری تو رو این مجیکه به خدا نمیخواد بری تو چه جاله ها نمیخواد فکرم دوباره کم بزنی. میکنه از این چیزم گفته وایل 30 تا داری بیشینی توی بونفایر رو دوباره ریسن شدی. هیل کن احمق. اوکی دگرتو وردار خب تو اون فاگیته. این بر چیه نه اون ور رو ول کن تو بری میمیری. برو بالا. ها اینجا باید بپرم رو یارو آره کلیک چپ هم نگه دار. دقیقاً بگو چیکار کنم بپر دقیقاً دیگه باز بپر. آقا میگم بپر پایین نمیپر واسه خودش بزنه. خب ببین مردم هیل کن. خب من توقع نداری بتونم که اینو بزنم ها برو از دور کتالیست رو وردار بزنش. ها مثلا چیه فکر کردی این دمیج اوه چه دمیجی هم میده نرو وای میرم تو شکمش WASD رو برای چه قرار دادم؟ یعنی عالی هم من چی بهش خوردم باشو بودو بزنش وای اچ پیت کمه اینجوری نباید تو بمیری تو باید از اون بالا میمردی مقا نگاه کجا میزنه ببین مردی ببین شات آخر مردی حریف من نمیشی ببین هرچی هم میخوای باش خب چه غلطی کنم الان هیومانیتی بهم داد برگرد نه اونوری برو. همین دره اونوری اون که دره که باز شده که نه اونوری برو. اون آره آها. نه اون ای خدا. خب بگو دره که پاک شده اون که قفل وای اون دره بازش بود. آره اوکی بگو اون دره که قفله
فکر کردی کلیدو مثلا واسه چی بهت داد؟ خدا وکیلی کلیدو فکر کنم واسه چی بهت میده. نمیدونی که شیافته مستقیم بعد کنی برم پسر دیگه. جان. مستقیم بعد برم. آره. اوکی. چپ و راست هم هیچی نیست اگه خیلی دلت میخواد ببین. مستقیم هیچی نیست دیگه. آها اینجا این یارو چیز میاد میبرتمون. اسپویل شد. عالیه. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen به به. یهو عین جن میاد تو صورتت. بردمون. to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. خیلی هم عالی. اوکی. بله حضرت کلاق دیگه ها. عقاب کلاق چیه برادر کلاق. کلاق. یعنی چی؟ عالی. زارت. پرهاش نمیتونی یادگار برداری. پرهاش بزرگه. پرهاش. خب این لوردن لول اپ کاین بون. اوکی اوکی برو. خب از اینجا میتونیم لول اپ کنیم و هیومانیتی من میتونم بزنم. آره لیبل اپ کن الان دیگه. خب چی ما الان من لول اپ کنم؟ ببین 2 لول بده به وایتالیتیت. خب خب میتونی یه لول هم بده اینتلیجنس. اینتلیجنس از کنم نمیشه. آره رکسولز نه نمیشه. بزن اکسپت. شد الان؟ آره شد. هرچی هم اینتلیجنس داشته باشه من اینتلیجنس ندارم. خب تو که ترم عادت کردیم خودت عادت میکنی. خب این چیه؟ بگیرین و مفت اینا رو بگیر. هیومانیتی 3 تا. خب این داداشون هم اینجا هست. یه سری به اینم بزنیم. Well, نزنش what خدا do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the صبح طول میکشه این undead حرف asylum. بزنه. اسکیپ میکنم من. حال ندارم بکنم. عالی. خب این بالا نه این بالا نبود درسته اون بره. خب بریم بالا. برادر شیلد. بله وی چته؟ خیلی عالی باش میجنگه اینجوری تق میزنه یارو رو. با اون میله بزنم تو رو. ویژ میخواد هیل کنه اسکل خودشو. این یارو این بالا یه چیزی مینداخت. واستا آها اونه. چه بر میگردی داداش؟ یا دقیقا رفتم تو تلاش. عالی هم من میدونم که میخواد ای کار کنه ها. مردم. برگرد عقب. فلاسک کن. برو عقب‌تر. یه فلاسک دیگه هم. یعنی تو منو میبینی بعد دیگه نمیای دنبالم. منطقت چیه داداش؟ خب بمیر. یا میگیرم بعد برمیگردم. اونجا یه سوراخ دیدم. چرا فلاس کردم؟
سولا واندد. از فعلا درست استفاده. آه ای از این موشا بمیر. سولا واندد. بدو چرا راه میری؟ بدو. خب این ور بعد حس کنم این ور، اون ور که منطقه راه نداره. میره کجا؟ نه چی نوشتن؟ گودلاک کجا اینجا؟ آها یاره آنددبرگه. آنددبرگه آنددبرگ. اون دگر تو وردار از اون استفاده کنی. تمام. آنددبرگ اینجا دایی. یا جلو کنم اینجا رو بعد من اسپید ران کنم ها. راحت میخوری تو ببین. خب کجا ما اینجا بون فایر داریم؟ کیف کنم گیم عزیزو. بمیر دیگه. اینجا چیز میز نیست. من رفتم اینجا. خب الو اینجا کیه یا اول فصل؟ اونجا آیتمه چرا ور نمیداری؟ کجا اینا؟ این ور پشت سره. ها نیدم. حفظی اینا رو اینجا چجوری دیدی؟ ها معلوم بودی کمی. پولا که اون ور شکسته. Need humanity rating 0. صبحت بخیر جون دل. سر کیفی الهی شد. من اینجا اسپیدران سری میرم برم اون بالا اینجا سیف کنم. خب این از بون فایر. چقدر منطقی. خب یه چیزی بود ما تیریکی میزدیم. این که آنلاین هم من ایشونم آنلاین. یه تیریکی بود میزدیم ما این 10 تا استوس فلاسک بهمون میداد. این تیریک نیست، 2 تا هیومانیتی بزن. توی کایندل 2 تا هیومانیتی بزن. هیومانیتی از کجا باید بزنم؟ از تو اینونتوری استفاده کن. آها هیومانیتی یوز. یکی دیگه هم بزنم. آره این دوت. خب همین صرفا. نه بتم. خب یه بار ریورس هالوینگ بزن. خب یس. هیومانیتی. خب الان کیندل بزن. کیندل. کیندل هم از کایندل هم نیست. یس. الان شد 10. خیلی هم عالی. قیافش هم آدم شد الان. خب از این بالا که نمیریم ما باید بریم اون بالا این نردبونه رو بندازیم پایین. برار گلوم. بعد ها دیگه رامون میشه به بالا. خب یا علی بریم. اسپیدران اینجا آهنگ دیریمو میذارم من. برو بر نه 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 بیا برو عزیزم. برو اوکی. کدوم بره وای مالا عالیه. هیومانیتی که نه. خب هیومانیتی که نه. این فیس انسان گونهش رفت. همین. آره همین. خب عین انسان
این در هم این دفعه باز شده، به نفعمونه. از این بره اندالله از یادم در رفته بود. برو. تو میری اینجا. یعنی چی خدا وکیلی الان؟ وی برو نه برو حداقل میخوای سری بری برو دیگه، نشین بزن. اچ پی در حد مورچه. خب اینجا دراگونه می اومد ها. علیه علی. ای وای من گفتم اینجا یه باس داره. حد زده بودم اینجا یه باس داره. اون که این برجه رو خراب نمیکنه ها. نمیاد بالا ولی اه خراب. اون آره دیگه با همین بزن. اوه جا خالی. حال کردی جا خالی، حال کردی. این یعنی چی؟ یعنی خریت مهر. یه فلاس خیلی بد موقع است. نه بپر. اوه عالی هم من عالی. بمیر با این میزنمه. نه ای بابا. پاشو برو نمون اینجا. پاشو برو. نه وای. آقا هیل. اوکی میدونم. از بس رد شو. چرا اینقدر دمیج داد؟ یه شات بده. همینو میخواستم. هیل کن برادر. تو جابجا نشدم. مردی تو حاجی. شانسو بردم. این وقت هیل کردنه. پاشو برو. مردم. خب هیچ مسئله خاصی پیش نیومده عزیزان. یه بار دیگه کل این مسیر رو طی کنیم. عالیه. نمیشه جارو کنیم. دیگه نیازی نیست به دنبال نمک باشیم. ما اینجا منبع نمک گوزا رو پیدا کردیم. 2000 years later. آینای پشت میمونن. آره اون دوتا بالا هستن. دلقکا اول اینا رو بزنم اون موقع مزاحمم نشم. من راحت بتونم از بالا بزنم یارو رو. یکی رو میزنه. یکی. نه اینو بزن. مرد چرا؟ خود خری. عالی. از این دوتا اسکول من خوردم. من باورم نمیشه. یعنی عالی. ببین بیا عقب. تو بیا اول. نه یا این جفتتون با هم. ببین جفتتون با هم بیاین من میمیرم. یکیتون رو باید بکشم. او که برادر داره فلاسک میزنه. تو بمیر.
یه چیزی هست به نام شیلد. این از من بهتر بلده جا خالی بده. انرژی قبلیمون رو بگیریم، بپرم پایین همینجا. ایوه میایم تا اینجا. یارو اونجا که میاد سریع بودو برو بزنش خدا. چی؟ هیچ همین پایین بزنمش؟ نه میپرم پایین. نشد که. مثل این هم مثل 1000 سال نگاه تو دلش نه خدا. نمیره از این بغلش رو بر. ببین نمیره برو اون بر دیگه زورت کردن که بری خود بری. اینطوری کار نمیکنه. یعنی منطق گیمو من برم. اومد بازم. ای دلقک، ای آدم دلقک، یه اچ پی جونمه. بیا این گوشه شیلدو بردار. اون کتلیست تو بردار. شیلدم شکست ها. مسیر رو با دیگه بزن. ها با سی میاد. فکر کردم با یه چیز دیگه میاد. برمیگردیم. صدای قشنگی میده. شانس میارم اینجا میام تو شکمش هیچیم نمیشه. تو بدو من بدو. عالی تو بگیر بالا. چی؟ چری مگه شیلده رو بگیر بالا. بهم خورد انصافا. آره بهم خورد. مردم. 2000 years later. چه سریع همه با هم ویژ اومدن روم ریختن. What follows is a brief construction montage. تو بمیر. وای مردم من همینجا مردم. بیا دیدی؟ نظرم دیگه ادامه نده. نه من تسلیم نمیشم. من این دفعه رو میبرم. ببین این دفعه دیگه دفعه آخر من رفتم زدمش. Much later. ببین میرم بالا. این میره تا اینجا. بعد که اومد سریع بودو برمیگرد. بودو کلیک چپ رو بعد نگه دارم ها. آها برو رو کلش پایین. اگه بدن نمیه اون رو در بیار. ببین میخوام یعنی چه؟ یعنی بوز مثلا میره تو دلش میخواد چیکار کنی خدا وکیلی. اوه در رفتم. وای خیلی خوبی. مردم از خنده. چه سمی بود.
آه بس کنی وسطی رو. این وقتی اینقدر میره عقب و بین فکر اون بهت میرسه. می‌بینی؟ یعنی اگه واش دمیجی داد. فلاسک زد منو زد این میرم تو شکمش نمیتونه دمیجم کنه. اینقدر نیاز نیست فرار کن، با بچرخ. بزن. مردم. آره مسکین نمیشه زدش. نمیشه ببین میشه زدا، من بلد نیستم بزنمش. ببین من بلدم نه بلد که نیستم 100%. ببین من نمیتونم بزنمش. 100% میشه زد آقا، بس دام اینجا حال ندارم برم بزنمش. پارت بعدی ترایوان اینو من میزنم. چی شد؟ یو تبر چیز هستش. پارت بعدی ترایوان من اینو میزنم. خب آقا هر چقدر دوست داشتید ویدیو رو همینجا لایک کنید، کامنت بذارید، بگید که چه گیمایی رو بریم که من برم. بله تموم شد. شما هم صحبتی داری بگو و خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. آقا شبتون بخیر. جان خب خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.